هر کسی شب جمعه بین الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر تمام بینندگان عزیز. انشالله صحتمند سر حال باشین. ما در نجف اشرف هستیم، در شارع قربسو و در هتل شمس و شموس و زایرین گرامی ما در حال صرف غذا هستن، در صف هستن که غذا بگیرن. مولا صاحب معظم سلام برسه. خوب هستی؟ و علیکم سلام. سر حال هستی؟ جان سپاس بخیر. منتظر غذا هستن فکر کنم. منتظر غذا هستن. زایرین گرامی ما در حال صرف غذا هستند در هتل شمس و شموس نجف. کربلایی صاحب سلام. علیکم. خوب هستی؟ صحتمند بخیر هستی؟ راضی هستی از شرکت؟ بله. کربلایی صاحب اگر بسای کی طرف چیار داری؟ خوب هستی؟ سرحال هستی؟ در حال صرف غذا هستی؟ نوش جانت، سلامت باشی. و دکتر صاحب گرامی ما تشریف آورد در سالن دکتری. یا برای دکتر صاحب سلام برسه. خوب هستی انشالله؟ صحتمند سرحال هستن بخیر رسیدی؟ من میفهم که دیگه از ما نجات ندارن و در حال میل غذا هستن. نوش جان دکتر صاحب گرامی.